دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. از اینکه برای خودتان وقت گذاشتید و این مطلب را شنونده و بیننده هستید سپاسگزارم. در این ویدیو توصیه های ارزشمندی دانشمندی وقت آلبرت انیشتین را برای شما آماده کردیم تا در مسیر زندگی و مسیر موفقیت های روزمره تان از آن استفاده کنید. دوستان عزیز، اکثر ما مسیری را برای دستیابی به خواسته های خود مشخص کردیم که این مسیر بسته به تجربه و چالش های ما با پستی و بلندی همراه است. اما اگر بتوانیم از تجربه ها، پیام ها و رازهای موفقیتی افراد مشهوری که در زمینه های مختلف به موفقیت رسیدن استفاده کنیم، مطمئناً این پستی و بلندی ها را با اعتماد به نفس بیشتر پشت سر خواهیم گذاشت. آلبرت انیشتین به عنوان یکی از برجسته‌ترین فیزیکدان‌های قرن بیستم نقش بسیار مهمی در شکلگیری دوره فیزیک جهان دارد. تغییراتی که او در فیزیک ایجاد کرد باعث شد که در دیدگاه‌های فیزیکی و فلسفه‌ای علم نیز تغییرات بنیادی ایجاد شود. البته علاقه او تنها به فیزیک ختم نمی‌شد، بلکه موسیقی نیز جزئی علایق او بود. او از 5 سالگی به نواختن فیولون می پرداخت. دوستان عزیز، اگر تا اینجا ویدیو را دیدید و تا به حال ویدیو را لایک نکردید، خواهشمندیم ویدیو را لایک کنید و همچنان لینک ویدیو را برای دیگر دوستانتان ارسال کنید و همچنان اگر کانال را سابسکرایب نکردید، همین حالا کانال را سابسکرایب کنید تا همیشه مطالب در دسترس شما قرار داشته باشد. حالا توجه شما را جلب می‌داریم به شنیدن نکات و توصیه‌های ارزشمند این دانشمند جهان. یک، بیش از آنچه برای موفق بودن تلاش می‌کنی، برای با ارزش بودن تلاش کن. 2، همه نابغه هستند، اما اگر یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنید، کل زندگیش را با این باور میگذراند که چقدر بیشعور است. 3، شما شبیه به کسانی خواهید شد که بیشترین رابطه را با آنها دارید، پس با افرادی معاشرت کنید که ذهنی ثروتمند دارد. 4، به عمق طبیعت نگاه کن، پس همه چیز را بهتر درک خواهی کرد. 5، اگر می‌خواهید زندگی شادی داشته باشید، آن را به یک هدف گری بزن، نه به افراد یا چیزها. 6، زندگی مثل بایسکل سواری میماند. برای اینکه بتوانید تعادلت را حفظ کنید، باید به حرکت ادامه بدهید. 7، موفقیت هایی که آدم‌های صبور به دست می‌آورند، امانهایی هستند که توسط آدم‌های عجول رها شده‌اند. 8، معیار سنجش هوش توانایی تغییر است. 9، از همه افرادی که در زندگیم دستگیرت بر سینه هم زدن سپاسگزارم. برای امین تمام کارهایم را خودم انجام دادم و اکنون در این جایگاه قرار دارم. 10، فرمولی که من برای موفقیت کشف کردم این است که اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد، شما حتما موفق خواهید شد. دوستان عزیز و گرامی، با تشکر از تک تک شما که تا به اینجا این ویدیو را با ما دنبال کردین. شیر کردن این ویدیو صدقه بزرگی برای شما است و همچنان بهترین تحفه برای دوستان شما است تا آنها نیز مانند شما در مسیر آرامش و موفقیت قرار بگیرند.
تا ویدوی بعدی و مسیر موفقیت دیگر همه ایتان را به الله پاک و بی نیاز میسپاریم. فراموشتان نشود که حتما کانال را سابسکرایب نمایید و ویدیو را لایک کنید تا در اختیار دیگران قرار بگیرد.